خیلی هم میخوام وارد رشته حسابداری بشم ولی خب نمیدونن کدوم مسیر براشون مناسبه. یه نکته مهم اینه که تو بدونی شخصیت چه نقشی توی انتخاب شاخه حسابداری داره. توی این ویدیو قراره که چند تا تیپ شخصیتی رو با هم بررسی کنیم تا تو بتونی بهتر مسیرت انتخاب کنی. اگه وقتی یه اشتباه کوچیک میبینی ناراحت میشی، دوست داری همه چی دقیق، تمیز و طبق قانون باشه، شخصیت به حسابرسی و حسابداری و مالیاتی خیلی نزدیکه، چون اینجا دقت و نظم حرف اول میزنن. اگرم که دنبال جواب و نتیجه‌ای، یعنی دوست داری بدونی که یه شرکت سودده هست یا نه، حسابداری مدیریتی یا حسابداری صنعتی مناسب تو هست، چون اینجا باید اطلاعات واقعی رو تصمیم سازی کنی. اگه از تحلیل داده ها و کشف الگوها بین اعداد و ارقام لذت میبری، چه تیپ تحلیلگر قرار میگیری؟ حسابداری صنعتی یا تحلیل مالی مناسب تو هستن. اگرم که دوست داری با آدما در ارتباط باشی و حوصله‌ات از کارهای تکراری سر میره، بهتره که بری سراغ آموزش حسابداری یا فروش نرم افزارهای حسابداری یا مشاوره، چون اینجا تعاون با افراد خیلی مهمه. اگه از کار با نرم افزارهای جدید، هوش مصنوعی، گزارشگیری پیشرفته یا ERP خوشت میان، تو آماده‌ای که وارد حسابداری دیجیتال، BI یا تکنولوژی نوین مالی باشی. حسابداری فقط حفظ کردن فرمول نیست. اول باید خودتو بشناسی. توی کامنت ها بهم بگو ببینم کدوم تیپ نزدیک‌تر بود بهت.